سلام دوستان عزیز، ببینین که ما در شهر یونان منطقه موریس قرار داریم. دو روز پشت سر هم است که دو نفر خود دست به خودکشی میزنن. یکی از برادرای افغان ما که علی جان اسمش بود دیروز و امروز یکی از برادرای عرب ما به اسم نجاتی دست به خودکشی زد. ببینین که به تفاوتی تمام ارگان‌هایی که مسئول این مردم دارن، بالخصوص IOM، به هیچ چیز ما رسیدگی نمیشه. به همون خاطر مردم دست به خودکشی میزنن. خدا تا فعلا نکدام رسانه قرار گرفته، نکدام رسانه آمده اینجا به همگی با موبایل شخصی خود فیلم برداری میکنه. همگی امروز ببینین که تمام افغانا و عربا همه جمع شدن میبینن. حال شما شاهد صحنه هستین که مثلا جسد که آدمی که خودت به خودکشی زده جسدش بیرون میشه. شما خود به چشم سر دیدین. این است که واقعاتی است که مثلا روزمره مردم به چشم سر خود میبینه و شاهد صحنه عملیش است و احتمالات زیاد نمیره که بعضی کسای دیگه هم دست به همچون کار بزن، همچون عمل را انجام بده. به خاطر چی؟ به خاطر که به کارهایشان رسیدگی نمیشه. اصلا به کارهایشان رسیدگی نمیشه، توجه به کارهایشان نیست. کسایی که مریض داره به مریضاشون رسیدگی نمیشه، به هیچ کارش رسیدگی نمیشه. فقط باور کنین گوسفند هم خوب است که مثلا روزانه تایم داره که اونا رو به چراگاه میبرن میچرانن، اما از اینا هم تایم چراندن از این مردم هم معلوم نیست که چه وقت است چه وقت نیست. فقط هر گپی که میزنی جواب نمیدن، از این گوشان می از این گوشان میره. دیروز ما یک شاهد صحنه یکی از برادرای افغان ما بودیم و همون مسائل حل نشده بود. بس از همون مسئله بودیم که یکی آمد که بگیم فلانی خودکش، که آمدیم که یکی از برادرای عرب ما خود دار زده. این است مشکلات مردم ما، مردم مسلمان و مردم مهاجر که در شهر یونان در منطقه موریس در هتل دیمترا خودشون با بدبختی و هزار تا فلاکت. این یک از هموطنان ما سید علی آقا میخواد چند لحظه را شما صحبت کنه. مشکلاتی که میبینی این همه آدم‌ها، این همه مهاجر که آمدن به خاطر که یک جای امن برسه، به خاطر که یک جای پناه ببره، این هم روز حالشان. دیروز یکی از برادرای افغان ما خودکشی کردن، امروز یکی از برادر عرب ما خودکشی کردن. اینجا خودشان رو به دار زدن. هیچ کس جوابگو نیستن. چرا؟ برای چی؟ حقوق بشر کجا؟ بله تشکر. حقوق بشر وجود نداره. حقوق بشر فقط در موقعی که مثلا بر مسائل خودشان مفاد به خودشان باشه او وقت حقوق بشر است. اما فعلا حقوق بشر موجود نیست، نامده است. فقط چند نفر پلیس ما میبینیم که آمدن که اونا بررسی میکنن، تیم بررسی است دیگه. یکی از برادرای عرب ما رو ببینین که بله ببینین که برادر عرب ما از حق حقوق انسانی گپ میزنه. که انسان اینجا وجود بر از اینا اصلا انسان ارزش نداره. انسانایی که کدام نوع انسانایی که ما مردم مهاجر هستیم بر از اینا اصلا به اندازه یک حیوان و ارزش نداریم. اونجا ببینین خانم عرب عصبانی شده گریه میکنه، اشک از چشمایش جاری است. این از واقعاتی که مثلا روزمره مردم مهاجرین مرتکب همچون واقعیت های دلخراش سر میخورن.